ملت تمدن آفر تاجیک در همه دور و زمانها به حقوق و آزادی های انسان احترام می‌گذاشت و غایه های دولت دموکراتی را متفکران ما هنوز 1000 سالها قبل جانبداری کرده آنها را در اثرهای گران ارزش علمی و اخلاقی خود تلقین نمودند. در حقیقت هم خلق تاجیک با تمدن والا و خرد و دانش ازلی خود از قدیم صاحب دولت بوده و بهترین نمونه دولتداری و دولت سازی را به جهانیان آموزانیده است. محض همین خرد ازلی بود که خلق ما در لحظه های واقعا هم دشوار تاریخی توانست تحت راهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ارزشمندترین سند حقوقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را قبول نماید. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که امسال 30 سالگی قبول آن را جشن میگیریم همچون قانونی که به واسطه از جانب خلق قبول گردیده است نسبت همه سندهای معیاری و حقوقی برتری دارد و آن به صفت سرچشمه اساسی تمام ساحه‌های قانونگذاری برآمد می‌کند. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ابراز نمودند کنستیتوسیا برای از بین بردن خطری که به استقلالیت دولتی تهدید می‌نمود شرایط ضروری حقوقی مهیا نموده برای از نابودی نجات دادن دولت تازه استقلال تاجیکان و از پراکندگی رهایی بخشیدن ملت تاجیک اساس گذاشت. کنستیتوسیا نشانی نخستین و مهمترین صاحب استقلالی دولت بوده از جانب جامعه جهانی و کشورهای دیگر اعتراف گردیدن صاحب اختیاری آن از همین حجت تقدیرساز سرچشمه میگیرد. کنستیتوسیا همچون بختنامه ملت و سند بنیادی سیاسی راهی منبع پیشرفت و ترقیات دولت آزاد و دموکراتی ما را معین می نماید. قبول کنستیتوسیا استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را همچون بزرگترین ظهورات سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و حقوقی حکم کنستیتوسیونی بخشید. قبول کنستیتوسیا برای حاکمیت سیاسی که در اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به سر قدرت آمده بود اهمیت تاریخی داشته به آن نیروی و الهام تازه بخشید. کنستیتوسیا کفیل بخت، آزادی، سعادت و تنجی و آسایشتگی ما می باشد. پایداری، صلح و ثبات، رشد پیوسته جامعه و فراوانی روزگار محض با قانون اساسی کشور همبستگی دارد.